سلام به تمام دوستا و همکار عزیزم. امروز میخوام براتون یه لوستر جدید سایز 40 سانت آویز خیلی شیک و نصب و تست بکنیم. اولین کار اینه که لوستر رو به بیسش مهره میکنیم که داخل سقفه و تنظیم ارتفاعش انجام میدیم و میریم برای وصل کردن کریستالاش. چون سقف ما 4 متره، ما به خاطر که دید لوستر بهتر باشه 1.40 سانت بیس کار پایین‌تر وصل کردیم، یعنی از سقف آویز کردیم و آوردیم پایین. و ویدیو هم که روی سرعت شما میتونید سیوش بکنین و سرعت کم بکنین و دونه دونه ببینین که من دارم چی کار میکنم برای نصب لوستر. و الان هم میریم برای وصل کردن سیمکشی برقش. اینجا ما 2 تا درایو داریم که 4 تا شاخه نخ داره، 2 تا مثبت 2 تا منفی. از تقسیم من استفاده کردم، 2 تا مثبت به هم 2 تا منفی هم به هم و به 2 شاخه سقف وصل میشن. از تقسیم استفاده کردم چون چسب حالا وقتی خشک میشه ممکنه اتصالی بکنن، این مطمئن تره. 3 رنگ نور داره، مهتابی، آفتابی و نچرال. شدت نورش هم دست خودتونه. یه کار خیلی شیکه، رینگش هم مشکیه، طلاییه و نقره‌ای کروم. اگه میخوای که من کارهای بیشتری بذارم و با لوسترها بیشتر آشنا بشی، نصبشون رو بهتر بلد باشی، حتما سابسکرایب بکنید، حتما منو حمایت کنید. ممنون از همه.